تو جنگل بای چنه مال چی؟ مالخر سراغ داری؟ نه ببین امروز شما باید خفن‌ترین و جدیدترین چالش کمپ ایران رو بگیرید. یعنی چالش کمپ با $1، $5 و $10. Let's go. حسینم اومدم بهتره کنم، میخوام اینو پاره کنم. آقا استراتژی چیه؟ اگه $1 افتاد میخوای چیکار کنی؟ عراقش چیدم نمیگم چون سوء استفاده میکنید شما. بله و حسین اومده. اسم شما چی عزیزم؟ بچه‌ها من جوادم. استراتژیم برای $1 یه دونه ساق طلایی و یه آب مدنی. دیگه چیزی نمیتونم باش بخرم. ولی اگه $10 بیفته کام میخرم. فدا بچه‌ها قوی اومدن. آقا منم که مسعودم جنگل بوی، قراره که بتره کنیم. منم استراتژیامو نمیگم اگه اینجوریه. اگه $1 بیفته که خوشی می‌خوایم بکنیم. اگه $10 بیفته عشق و حال عشق و حال خیلی هست. برو بریم. قراره که قرعه کشی کنیم ببینیم به کدوممون میفته $1 و $5 و $10. اول که امیر میره. یا خدا وای نه دهنه تو سرویس $10 این بچگیش داره. وای این جواده برای $10 برنامه‌ریزی نکرده بودم. خودشم باور ساق طلایی رو بغل کن. ساق طلایی ایران. ببین ساق طلایی ولی کرمدار میخرم. 5 تومن 10 تومن گرون‌تره. داداش ما $1 راستی رو 100 در نظر گرفتیم. $100 نزدیک 99 ما 100 در نظر گرفتیم ان شاء الله. قیمت سازی الکی می‌کنیم دیگه. ای بابا آقا جواد الان شما به چی افتادی؟ بریم خریدار رو داشته باشیم. بدو. ببینید من برای یکی از وعده ها میخوام که تون ماهی بردارم، برای یکیش هم میخوام برگر بردارم. $1 دو تا از اینا میتونی بگیری. آبم فتوسنتز و نازکه آبم دیگه، ببینید. فتوسنتز کنی. 25,000 تومنه. آقا جواد رفت. اون چقدر؟ 25 سنت. 75 سنتت موند. 75 سنت دارم. خسته نباش. این 202 هر کدومش چند گرمه داداش؟ آره خوراک شما اینو یه دونه از این هایش آقا $1 من یه دونه برگر گوسفندی برمیدارم. 270 تومن بوده. آف خورده شده 174 تومن. ما رو میگیری سلطان؟ باگی داری صبح. آره اینا شده 170 تومن. بعد گوسفندیش هم هست. الان یه نفر پرسید گوسفندیش خوشمزه تره یا گوساله‌اش؟ من اینجا فکر کردم با یاروی ریدم. ما گفتیم گوساله‌اش. به قولی بره تو پاچاش که اینو بگیریم. کاراملایز میگیریم. یه دونه از این قلبی ها واسه من میگیری؟ اینجا ولی یه کاری میکنم برات. منو تو مثل همین خوف میکنن میبیننمون واسم. ازش کار میکشم عوضش دیگه. کار میدم. کاری هم کار میکنم. یه دونه دوغ شیفیر پر از گاز بوم برداشتیم اونجا. یعنی ببین عشق و حال. آقا استیکاتون چند گرمه معمول میانگینش؟ قرآن اگه بتونه با 1 تومن مسیحه رو جمع کنه. این الان میشه 1 تومن. حالا ببین 710 220 وگان بچه مایونز وگان میخوام. رژیمم به هم نریزه. بچه‌ها این اگه گفتید ورژن ایرانی چیه؟ اسمش هم ویلدوه. اگه تونستید حدس بزنید مدل خاردار. جواد چقدر میدی همینو بکنم؟ ببخشید من ژل آتش 20 سنت. 20 سنت تو چند میدی من اینو بکنم؟ 50 تومن. نه خودتون معرفی نکردید. ما هستم تولید
داستان. داداش هر چی داری بردار نذار الکی. داشتم تمام دیگه. تمومی؟ آره من تمامه. تمومه. آبم اینو پرداختشو بزن به تمام. آره. 927 داره. یه دونه هم آب و فندک مونده. آب و فندک مونده دیگه. این شد 927,000 تومان. تمام. این 570 تومان دیگه نه نشد. چیپس و پفک برای کمپ بود. باید جدا بشه. خب چیتوز 25. خب چیپس هم دیگه این 50 هست اون چیپس فلفلی. فلفل. آره بیا 68 تومن تومن. 70 تومنه. درست. اوکی داداش آقا بزن بره. نداره. آقا جواد از هر چیزی به چند شکل استفاده کن که بصرفه. آره. این نمکه رو میخوام باش آتیش روشن نمک بر نداشتیم. نمک نمیخواستیم ما. به قول این داره همه رو یه جوری برداشته معامله کنه اونجا. نمک فروش جهنمم من. بعدا 56,000. آقا من 570 تومن اینجا الان کارت کشیدم. اون 570 تومن 100 تومنش که واسه چیپس و پفی بود که واسه کمپ و باکس هاست. میمونه چقدر؟ 675 تومن. من دارم صحبت میکنم یا اون ماشینه. میمونه 675 تومن. 675 آقا ما خریدامونو کردیم. الان داریم میریم به سمت جنگل و دیگه از اون به بعد چالش ها رگباری شروع میشه. آقا نمیدونم چرا یه عده مراعات نمیکنن. نگاه کن اینجا رو بگیر چقدر آشغال ریختن. آقا زشته دیگه. آقا نریز دیگه. بابا جون مادرت نریز. بابا ریدین اینجا، ریدین تو طبیعت. نمیشه آدم یه قدم برداره دهن سرویسا. بابا آخه آقا نریزید دیگه. آقا اینجا لوکیشن خوبیه. من اینجا میگیرم جامو. یه دونه منقلم اینجا آماده هست که دیگه زمینو الکی نسوزونم. اینم که صندلی. قبر کندی؟ پیدا کردم. پیدا کردی؟ گنج داره. بذار یه دستگاه بزنم. یا حسین دستگاه. تیپیکال یک ایرانی. هر جا دستگاه بزنم پسر اینجا گنج توش. بیاید نگاه این علامته. اسمش چی میگن اونا؟ این ساروجه. ساروجه بچه‌ها بکنیدم اینجا رو. وقتی این شکلیه یعنی مال زیاده. 私の名はキライヨシカゲ年齢33歳 بچه‌ها وسیله هایی که من واسه این کمپ دارم: یه دونه آب، 2 تا لیوان، یه دونه دستمال چوسکی و یه فندک از اون چوسکی تر. اینجا هم نودل نهار، سوسیس شام و یه بسته نمک که واسه آتیشم قراره ازش استفاده کنم فکر کنم. البته اونو آوردم، اینو تهیه کردم، نخریدمش. دوستان میپرسن که از پشت دوربین تهیه کردم یعنی چی؟ پیدا کردم. از کجا؟ از منابع طبیعی الهی کائنات وجود داشت. عرضم به حضور شما ریخت و پاش. ببین یه جوری با 500,000 تومان مدیریت نکردم، فقط گاو زدم. یه دونه اینا داریم، یه دونه این چیپسا داریم. ماشاءالله. انرژی درینک اوکالیپتوس 100% اینا. لامبرگر. او مای گاد. what the hell. عرضم به حضورتون که مینی کوکوسان. چی؟ مینی کوکوسان. کوکوسان نونهای برگر که متناسب باشه. چه شود؟ تون ماهی، کرم کارامل که بیسکویتی برای من بود جابجا شده. آره. دوخ، اتم و نیسکافه. همه چی دارم. ببین برقراره. میخوام یه جوری زندگی کنم شاه زندگی تازه نکرده. این $5 بود. ببین اون که $10 $10 رو برو بریم. چه خبره؟ خب چی داری حسین جان؟ اولا که تو طبیعت همیشه بدنتون رو آبدار نگه دارید. ناهارمونه استیک،
نهار استیک استیک پسر استیکو بگیر یا هم برای خدا نظافت هم برای آتش روشن کردن خیلی یا جواب خدا. همراه این خب سس و فلفل و داداشم از اول گفتم هم میره دیگه پنیر سس دودی و وای سس پنیر ندارم دودی. من وای پنیر. شامون هر کی اندازه خودش برداشته ولی ها به قول هر کی هر چقدر نیاز داشت بدم برای جواد منم که ندارم آهای عالی جنابش یارشورم برداشتی بله، یه بله. شیشه وای بزر نسکافه اختلاف برداشتم طبقاتی که با کوپا خیلی میچسبه به هم اسرا آب کاکتوس گاز دارم که بعد میگن پیشنهاد تو ایران میکنم. آقا دروغ میگید دیگه چرا میگید تو ایران صورتی نیست پس این چیه یه دارم آب مشتبا دورم آقا مشتبه هم که هست سرم که من کره خور و استیک و فلان و اینا دیگه فدا. هزینه بازم داری اون تو که اسکافست نگو بابا لو نده دیگه میخوام قایمکی بخورم اسکافه هم داره آقا برو بریم که ببینید چی میشه بچه‌ها یه سری تجهیزات اینجا ما داریم در حینی که داریم اینجا کمپو برقرار میکنیم یه سری چالش‌ها داریم یه سری مسابقه‌ها داریم هر کی که برنده میشه به صورت رندوم قراره که از بین اینا یکی از تجهیزات رو برداره اول کاری ما هر کی تک بیاره میریم بعدش هر کدوم به نوبت یکی از تجهیزات رو برمیداریم دیگه انتخاب میکنیم ولی بعد این با مسابقه ها و چالش ها به صورت رندوم میایم برمیداریم تجهیزات میز صندلی مت چادر تارپ زیرانداز مایتابه چاقو خیلی زیاده خیلی هدلایت همه چی هست عرضم به حضورتون که هر کی تک بیاره تقلب میکنید خب عدد میاریم آقا عدد میاریم عدد میاریم از تو به من از من به حسین 6 10 1 2 3 به من میفته دیگه 4 5 6 7 8 9 10 من که دوست عزیزم مایتابه عزیز اینم جایزه توش بیا ما سنگ کاغذی چی آره. کنیم وسیله بعدی یه دونه یه دونه سنگ قیچی یه دونه ای یه دونه ای سنگ کاغذ کاغذ قیچی بعدی هم من برمیدارم دیگه منم یه دونه فعلا زیرانداز برمیدارم حالا تبرم مال من ازگل تو باید گداجوشو برداری که میخوایی مدل بخوری احمد من تو بطری آبو میجوشونم فدا آقا بریم تبر رو ولی بریم لازم که دارم سر مسابقه ها ببینیم کی به کیه برو بریم تبر آقا میزنمتون اینجا آقا نیما رو داریم کارگردان فیلم دست‌اندرکاران فیلم بردار همه کاره دیگه داور و فیلم بردار و همه چی گرداننده اینا چیه میکشید نکشید آقا نکشید آقا نیما اولین مسابقه‌مون چیه اولین مسابقه هیزم جمع کنی که آتیشو برپا کنیم دیگه به نظرم خب 5 دقیقه زمانتون واسه جمع کردن هیزم شروع شده مسعودو میبینیم که این درخت آقا افتاده ها وای کاش تبر داشتم یه دقیقه مونده حسین یه دسته چوب آورده بچه هم که خبری ازشون نیست ولی جواد سخت مشغول کاره 30 ثانیه اوه جوادو ببینین که از اون ور اومده با دست پر مسعود تایمت تموم شد و هیچ چیزو نیاوردی فقط 5 ثانیه دیر کرد ازش قبول میکنی دیگه اون تو سرعت برپایی آتیشتون تاثیر داره دیگه حالا ممکنه چوب خیس آورده باشن حسین رو میبینین که با اندکی خورده چوب اومده ولی با وسایل زیاد نگاه بیا اینجا ول کردی خب دیگه مدیریت نمیکنین همینه دیگه مسعود برنده این چالش شد دیگه ولی در نظر بگیریم 5 ثانیه دیر اومد با چوب خیس اینه
چیه؟ سرشوله چوبای خیس خودم به آقا اینجا قراره که آتیش روشن کنیم. هر کی که سریعتر بتونه آتیشش رو روشن کنه یا آتیش پایدار داشته باشه اون برنده میشه، دوباره میتونه از تجهیزات برداره. من ترفند کابینتی رو دارم اجرا میکنم که ببین پراتون بریزه. 1 2 3 این آتیش درسته با اینکه من هیچی ندارم. آقا این تبرش استیبله. 30 ثانیه زمان دارین که آتیشاتون رو اوکی کنین و یه دقیقه هم بهش دست نزنین تا ببینید کدوم آتیش دوستان ناموسن عادلانه داوری کنید. با آتیش ها دست نزن. یه دونه که دستمه رو بندازم دیگه. زیر زن. وایسید یه دقیقه قرار شد وایسیم دیگه. بعد یه دقیقه آتیش ها رو میبینیم که مسعود کلن حذف میشه 1 2 3 این آتیش درسته. چرا حذف میشه؟ چون آتیش نیست. اینا حرارتشون از هم دارن میگیرن. ولی ببین کدوم از همه دیرتر قراره خاموش بشه. مهم این بود کدوم از همه زودتر روشن میشه که جواد واقعا قشنگ چیده و تشخیص هیئت داوران اینه که بیاد و من بردم درسته؟ بله خدای آتش کیه؟ جواده. چی برمیدارم؟ باید بیای اینجا که بتونی آها قرعه کشیه. باید وایسی نگاه نکن. اینو واکن. مادربرد. شما یه شانس دیگه دارین چون ماهیتابه از قبل انتخاب ماهیتابه است؟ اول تو برداشتی حذفش یه بار نکرد. دیگه شانس من اینقدر اینو لاجدو میشناختی اینا رو. چادر بله بله یکم به چادر. عالی داریم. درسته چالشه ولی میتونیم به دوستتو کمک کنین تو چادر زدن. جواد تو چادر زدن بهت کمک میکنم. غذامو بیام اونجا بشینم بخورم. تو چادر؟ تو چادر دم درت یا حالا یه کاریش کم مسعود کم هم داره سرد میشه. دیر بیای کمک کنی نمیشه. چادر عنکبوتی. سریعتر چادر برپا بشه تمومه. خونم توش معلومه. دیگه اون بمونه دیگه جواد. پنجره‌دن با خلار. تابه رو بده استیک توش درست کنم بهت استیک بدم بخوری. باز هم هر چقدر خواستی نهار شام استفاده کنی. اوه 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 چرا انقدر آپشن میدی بهشون؟ بعدا آقا ماهیتابه نیست. بازار به هم میزنه دیگه میاد چقدر میگه از 20 دقیقه استیک؟ نمیخوابم 30 دقیقه میخوابم و یا نه ما هم مجبوریم قبول. غذا رو توضیح میدی؟ غذای هر کی خوشمزه تر باشه دیگه یه دست میکنه تو اینو یه گردن آشپز حرفه‌ای شانس. درست کرده یا نه مثلا یه چیزی که همین الان یک شخص عادی پخته. اسکای نظر تو چیه بابا؟ اینو داره به این نگاه میکنه. این نودل خوشم میاد. این خوبه بو کنم. این اون استیک چیه اونجا؟ اونم خوشم میاد. من یه سوتی دادم نمک نخریدم و گوشت بدون نمک هم هیچ فایده ای نداره ولی 2 تا دنت دارم و جوادم میدونم عاشق اینه. اینو با نمک عوض میکنم باش. حالا مگه اینکه زبون بریزه مذاکره کنه چیز دیگه هم بگیره ازم ولی نمک رو هر جور شده میگیرم ازش. جواد بیا حسین کارت داره دیگه معامله میخواد باد ببریم. چی؟ نمک میدی؟ نمک آره. گرون شده نمک. $1 یه جوری بسته. جواد یعنی همه جون میاد. نمک رو راحت از دست نمیده. ما برای نمک جنگیدیم. چی داری؟ دنت قلبی داری؟ به نظرم نه. عامل چسبونندهش کمه. یعنی بخورم دیگه دنتو. آره. حل دیگه. نمک پیدا می‌کنه. حل دیگه میخورم پس دنتو.
ولی این برگر ولی باید غذات آماده شه و ببینی که بدون نمک هیچ نمره‌ای تو این چالش نمیگیری و مسعود با برگراش آماده. جوا حالا بذارین دنه تر و قلباشو بریزم بخورم، شاید یه کارایی بشه براش. 100% نیست نمک کم پیدا میشه اینجا. دنوت چاکلت برگر 100%. اینو باید لیست بزنی تا بخونی. شام چی زده بود؟ دکتر یه وقتم به خودت کنی، یه ساعت هوشمند اپل از طرف دنت که یادت بندازه کس زنت. روح داوری. داور ناهار من آماده است. 3 دقیقه آماده شده. خوبیاشو دارم میگم. 3 دقیقه آماده شده جمع جور. ناهار که نمیشه گذاشت. نوشیدنی نداشتی کنار ناهارت؟ چیه؟ واتر سالم و بکار. دمت گرم. چطور چند نمرش؟ از 1 تا 10. ذرتو داشتی توش؟ عالی بود. ذرت رو نداشتم. 6. به نودل 6 میدم ها. به شرکت نودلیت 6 نمیدم. ناراحت نشم فردا روزی از دست ما. به نودل تو این طبیعت 6 میدم. بوش چجوریه آقا نیما؟ بده من اینو. وای صداشم وایسا. که بوشم که عالیه. عالی. آقا یه دونه نون باگت رو بر میداریم. یعنی ببین میخوام یه کاری کنم نیما نتونی به کس دیگه ای اصلا رأی بدی. کفش سس بخوره لطفاً. کفش سس میخوره، تا سسو بیاره من میخوام یه چیزی رو کنم. کتل چیپس ناچو مچو پچو. یعنی ببین دیوانه است. 张牙舞爪，健身操，祝您健康，步步高，路日的。 عرضم به خدمتتون که دوستان ما آشغاله هم داریم میریزیم اینجا، نه تنها آشغالای خودمونو بلکه آشغالای بقیه هم که محبت کردن ریختن اینجا ریدن تو طبیعت، ما اونا رو هم جمع میکنیم. یه چالش داریم بابت هر کی بیشتر آشغال جمع کنه دیگه. وای پسر برگر رو نگاه کن الان میخواد بیاد رو کار. از نظر عمو مسعود از نظر بصری خیلی زیبا نیست. ای نونا چسبیده اصلا یه ور. داداش آخرش دیگه هنوز غذای من که آماده نشده. ولی استیکو داری چه خوش شکل اونجاه. ببین سس ویدئو رو بگیر میخوام خودم بدم دهنش. وای میشه ندی دهنم خودم نه بخورم؟ نمیشه چون باید بگیرم دستم دیگه. وایسا کارو بگیر. وای منم ببینم. بریم بیا نیما. میشه دست خودم. نه بیا. آفرین بخور و نظرتو به ما بگو داداش. نیما طاقت نمی‌کنه. از 1 تا 10 نمره بده. واقعا نوشیدنی سختیه. یه لیوان نداریم پس. نه برو بالا. خدایی 1 تا 10 چند؟ آقا داور به خاطر این کثیفکاری‌ها 8. چرا کثیف کاری؟ این دوغ من اوکی میکنم دیگه. دوغه دیگه آشغال که نیست که. آره 8 عالیه واسه این غذا. بالاترش کن. نه یه نمیشه. دونه. نه وای. چه فرقی داره؟ خب واسه اون بهتر باشه به اون 10 میدم دیگه. فرقی در واقع نداره. اوکی آقا 8 برو بریم. واسه اینو میبینی فلفل سیاه و نمک. نمک رو بالاخره گرفتی؟ آره با دنت چی؟ دادم با استیک. او با استیک. با استیک چون استیک رو با همه میخوای بدی ها؟ واقعا بدون نمک نمیشه آخه. ببینید میخوام چه کنم براتون دیگه. خب غذای امیرجان آماده شد و قراره که لاشخوری آقا آقا نیما بخور ببینیم خدایی چی به چیه. چیزی نداره همراهش. خیارشور داره دیگه. فلان.
کوره یارشور داره و آب کاکتوس گازدار. وای خیلی شوره. نه بابا دروغ میگی. جونه بابا. نه بابا خیلی نه. آقا 1 تا 10 نمرتو میدی به این غذا؟ نه. 7 اگه بشه ناراحت میشی حسین. 0 هم بشه ناراحت نمیشم. واسه مسعود چون خیلی چیزا کنار هم داشت و باحال بود دیگه، این تهیه کردن خود غذاه. این الان چند شد؟ چند از 10؟ 7 از 10 میگیره امیر. آره. خب دوستان اسمش امیر حسینه رفیق ما و بعضی موقع امیر صداش میکنیم، بعضی موقع حسین صداش میکنیم. امیر و حسین این شخصه. چالش چی داریم گفتی آقا نیما؟ 6 تا باکس غذا داریم که خوردنی توش غذا نیست. که توش چیا بود؟ یکیش مرغ. آره یکیش تخم مرغ و یکیش بادمجون. پیاز بادمجون جوجه مرینت شده است، سس تنده و چیپس و پفکه. میتونی اون جعبه‌ها یکی رو انتخاب کنی. مسعودم که یه ابزار برمی‌داره دیگه تا بریم و ببینیم چی میشه بقیه کار. یه سورپرایز دارم برای داور، اونم اینه که دسر آوردم. بالاخره $10 باید داداش کارآمد باشه وگرنه ضرر. بفرما. وای با طعم ببین من یه تجدید نظری میکنم دیگه، متاسفانه معلوم نیست که اون دسر چه جوری باشه. اگه خوشت دیگه اومد معلومه یه چیز تجدید شرکتیه نظر دیگه. تجدید نظر میکنم چون اصلا دسر داشت، میدونی یه 8. الان جفتمون 8 شدیم چه جوری میشه آقا نیما؟ دوتاتون برمیدارین دیگه. برو بریم سراغ تجهیزات. بریم. نه پتو لازمیم دیگه الان برای چرت زدن. ببین به درد بخوراش تارپه، مته، ننوه. ننوه که من جا ندارم ننو رو میخوام. بیاین یه دست بکنه حسین اول. حسین دست. اول مسعود. بس بالا این توه پایینه. جایزه من اینو میخوام. یه دونه کاغذش بزرگ. گداشوش تبر. یه بار دیگه انداز زمین. وای من تارپو میخوام داداش. تارپ حرومه. وای نمیتونم بازش کنم. تارپو برنده میشه. آقا نیما چیه؟ کیسه تو تارپ بیار. خودش این پایش. شما میبینی حسین قشنگ هم میزنه. گداجوش خیلی لازمه. مت عالیه. مت عالیه. دو تا زیرانداز به چه کاریت میاد؟ برو زیر کلفت خوبه دیگه. نرم کلفت. میتونه اینو بندازه زیرش با اون چیزشو درست کنه. جواد ممنون بابت نودل. خب چالش بعدی رو داریم. 3 تا بطری خالی بچه‌ها اینور دارن، 3 تا بطری پر اونور که باید الان چی اونور؟ من توی نمی‌دونم دهنشون چی پر کنن چی بود و گذاشتن بطری‌ها رو اینجا؟ تا اونجایی که مشخص اینجا شده میاریم، از واسهشون تو پر ماشین کنن. نیما هر کی میاریم. زودتر تا بالای اون برنده. آره خب آبا هم اونور گذاشته شد و هر کی هم میشه بطریشو و بریم. یه شروع. جواد تمام. یعنی این آقا خیلی لاشیه. هی منو میخندوند، هی آبو میریختم بیرون. من نصف آبایی که آوردم و ریختم بیرون. درسته. من یه بار گفتم جوکر رو شنیدی ترکیه.
دیگه ما تو کاری رو دهنش زیاد آبجو میشه. آفرین دهنو بیا جواد این بچگیش داره. بیا سری دست کن. چیو انتخاب کرده بود؟ او انتخاب کرده بودین، انتخاب نکرده بودین. نکرده بود، پس برداره. من انتخاب کردم چی انتخاب نه. کردی؟ اون چیزا رو چی؟ متو برداشته. نه آره متو نه برداشته. بابا، برداشته. برو همونجا بردار. آقا. انتخاب نکردیم. انتخاب نشده بود. ببینیم تقلب نشه. او هدلایت. فوق‌العاده است. ببین هوا هم رو به تاریکی. وای. تو چالشا چه کمکت کنه؟ خب اینا رو همه رو خندید. وای بذار ماشین رو نگاه چه وضعیتی شد. خب بردار که نفری یه باکس غذا هم هر کدوم از دوستان که دوست داشتن بیان انتخاب کنن. خب بردارم باکس از 6 تا باکس یکی بردار فعلا. بگو بعد بردار دست آفرین. نزن. اولیه رو برمیدارم دیگه. خب بردار. اوه سبکه خطرناکه. خب مسعود من. کدوم؟ انتخاب اول. من دست نه. اینو برمیدارم. تمام. وای سبکه ولی بد چیزی نیست. سبکه وای. اوه ببین جواد زد سنگینه؟ تو خال. سنگین تقریبا. وای جوجو برداشته. بعدی امیر جواد بردار دوباره سریع. خودت. بردار بعدی. دوباره منم. جواده چرا؟ چون من آخر برم. خب بردار سری. وای مسعود سری بردار یکی و بعدیش هم که واسه امیر. من زیریو برمیدارم. بردار. آره جواد. وای وای. خب قانون باکس هم این بود که باید هر چیزی که در اومد رو میل کنید. خیلی سبکه اینجا. اینم جفتش نگاه. شاید پوچه. اوه پیاز. پوچم داره. پیازه دیدی گفتم این تخمه مرغه. عاشق پیازم. نه گاز باید بزنی دیگه. ببرم بخورم. نه. آره خب پوستشو بکنم. پوستشو بکنه. آره. باور میگه بکنه آقا. خب شما هم باکس تو وا کن. نفری یه باقون باکس می‌خوایم. وا کنین. خب پیازم هم داداش این تخمه مرغ 100 دیگه. این 100 تخمه مرغه. نه 100 میگم تخمه مرغه دیگه. دارم من آه اونجا که بچه ها میپرسیدن خام یا پخته مطمئن میگفتی خام. نه فقط خواب. سری دیگه یه گاز از این بزن. نیست. قشنگ. بذار جوندار. جونداری میگیره. حسین چی در آورد؟ آقا من ناراحتی معده دارم. سس تند داره. بله معده مشکل داره. میدم خراب بیا. سری آقا مسعود تو خماقشو میل کنه. میدی اون چاقو رو من اینو بشکونم سرشو حداقل دیگه با پوست که نمیخوایم میل کنیم. بخواد میل کنه. چه میچکه آب وای بریز رو سینه هات. وای آفرین میتونی به جای اینکه بخوری بریزی رو سرت و ریشات بمالی دیگه. نه. سلامتی. نوش. حله داداش قبول. دهنتون سرویس. بیشتر آقا بیشتر باید بخوره. سوختم وای. بیشتر باید این ندید خوردی. آره من ندیدم اصلا. این خفن ترین سس تندیه که هست اصلا. نه بابا والله یه تست بزنم منم. بیشتر فشار بده دیگه دلت بیاد. آه معدش ناراحته آقا. ترکید اینو فردا میخوای پس بدی بذار. آب بخور. سری باکس بعدی. سگ بود یعنی ان بود این تخم مرغ. چقدر اصرار کردیم آقا آبپز آقا نیمرو. نه باید سخت باشه. اوه به به باز شود دیده شود. جوجه رو چطور زدی؟ این پس چیه؟ $1.40 این چیه پس توش؟ از بودجه من برای کم پیش شد.
ای ولی یه چیز موند و حسین یه چیز یه چی قلقی یا داداش زیر 20 واکس خورده. دوتاش هم چالش بود برای چیز آقا باید بخوری، اینا دیگه باید بخوره. پوست بکن بخور بکن بعد بکن تو معده. آقا اینو بخور ببینیم چقدرشو میتونی بخوری. گناه داره. نه قشنگ اینجوری سالم اونو کامل بده تو همینجوری. ببینیم چقدر آفرین میره. نخور گاز نزن آره. فقط بده تو. آقا ببینیم چقدر میشه دیگه. نه. ببینیم دیگه. سرش از ورودی گلوت بیشتر. مگه اینکه از این ور بده. از بده، این از ور اون بده ور داداش آپشن دیگه به قرآن ریخت. بذار از بغل بگیرم. فدا داداشم حسین این به بعد ببین عشق من تویی فقط. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره دیگه. ناموسن ببین لایک کنید دیگه داداش، دیگه باید چیکار کنیم؟ من شامم از سوسیس سگی تبدیل شد به بال مرغ. خب دوستان الان ما یه بازی داریم میکنیم، اسمش چیه آقا نیما؟ مرسی متاسفم ولی ورژن خودمونه، ورژن خاصیه. چی میگه آقا جواد؟ مرسی سیکتی. مرسی سیکتیر. اینجا هم به قولی میطلبه دیگه. 4 تا باید شکلا رو جفت کنی، کوینا تکا همه، و دونه دونه باید بخوای. مثلا من الان به نیما میگم که نیما امیر تکاتو بده من، اگه داشت اینجوری میده، من میگم دمت گرم میذارم اینجا. حالا نیما تکاتو بده من، دمت گرم میذارم اینجا. جواد 10 بده من، اینجوری بلد باشی جنگی میگیری میگی مرسی، دارم توضیح میدم. نیما 3 رو بده من. سیکتیر. خب اینجوری سیکتیرم بعضی موقع آدم میشنوه دیگه. یه دونه کارت برمیداری وقتی که طرف نداشت. 4 تا میکنی میذاری. برو بریم. خب کینگ میدی لطفاً. مرسی ازت. هر چند تا هم داشتی باید بدی. میگه کینگ همه رو باید بدی هر چی داری. 7 میدی لطفاً. سیکتیر. داداش. ادا 50 رو میدی؟ سیکتیر. سریع. 6 رو میدی؟ نه مرسی. شما هم 6 رو میدی؟ چرا نمیدم؟ قربونت برم. مرسی یه دست خوابوندم. خب دوستان ما این بخش از کمپ قراره که هر کی ابزار کاربردی بسازه. حالا هر کسی توضیح میده که چه ابزاری رو قراره بسازه. امیر تو چی قراره بسازی؟ من میخوام سیخ بسازم، کراکوف هم باهاش بپزم. سیخ یک ابزار کاربردیه، درسته. آقا جواد منم چون این دوروبر شغال و گرگ زیاده یه مشعل درست کنم ببینید، چون شب خطرناکه. پس برای این جنگ منم یه دونه نیزه درست میکنم که اگه فردا روزی کسی اومد سمت کمپ این نیزه باشه و نمره داره دیگه چیزی که آره درست دیگه می‌کنی. نمرهشو داور میگیری داریم و- میری اونجا بخش تجهیزات. آه. خودت میدونی دیگه. بریم. برو بریم. عرضم به حضورتون که آقا ابزارتون رو میاد معرفی کنید. اول من بیا اینجا اسکای بشین. من یه دونه سیخ چوبی ساختم، کراکوفمو باهاش بپزم. تا جایی که تونستم نکته ها رو رعایت کردم، نوکش تیز، خیلی کلوف نباشه که کراکوف باز نشه و حتما هم مرطوب باشه که نسوزه. تقریبا اینقدر کراکوف میاد. انبر اولین ابزار. شما این افتاده تو آتیشی چیزی نمیتونی با دست برداری. احسنت. یه ذره بد برش خورده دیگه، اینجا دیگه رسیدیم به پوست. یعنی تو یه اینجوری کنی میگه انبر در نه اون نرمی کاره. عالیه. خب دومین ابزارم یک عدد نیزه است. هر کی اومد نزدیک دیگه مشعل و اینا جواب نمیداد، یارو پر رو بود، نیزه داری فرو میدی. یه تست کنم رود ببین چجوریه. بذار تست کنم رو امیر. آی خدایی خوب. درد مردونه داره. بگو آی مردونه. نه مردونه. بعدش اگه دیدی که گرگ بودن از آتیش میترسیدن
یه فندک اینجا برمیداری، دستت نمیگیره، گرگا باید گرگا خوردنت دیگه. نه برو اینجوری فلان آتیشو میزنی. 2 hours later. دیگه صدا میکنن تا درگیری شروع بشه، مردم جمعشن، طول میکشه. یا نیزه آتشین، این دیگه گرگ خواهی میکنه، میرینه تو جای. خب مال این از منم این. یه مشعله، میتونی وقتی یه گیر کردی یه جایی گم شدی اینو روشن میکنی، راهتو پیدا میکنی. بله. شولش آره دیگه، گرگ زود میاد. گرگ رو فهمیدم. مثلا این ور رو بگیر تاریکه، نشون بدید، ولی من مثلا میخوام بیام اینجا یه کاری دارم. چه روشنه، همه جا رو میبینی. بیا 2 تا ابزار کاربردی 2 تا بردارم. تناب، تناب و صندلی. آقا حسین برای کیه داری سیخ میزنی؟ سرش وای دردم گرفت پسر. مردونه باید درد بگیره. مشعله دارید دوستان؟ آقا کیراکوف امیرجان خیلی کلفت و بزرگ بود، قرار شد که قرار شد که ما به قولی همکاری کنیم تو پختنش، آتیش ماتیش رو روال کنیم، فقط بشینه امیرجان نگاه کنه و بعدش ما از کیراکوفش بخوریم. مال خودت داشت راحت. فدات شم. به اصطلاح کونه گشاد مایع نشاط. برو بریم. مانعه. بچه ها میدونستید مصریا وقتی دلشون میگیره چی کار میکنن؟ چی میگن؟ چی میگن؟ میگن بریم هرم. قومی بوده. بچه ها میدونستید اژدها وقتی میخوان که از یه جا برن یه جای دیگه چی کار میکنن؟ چه جوری میرن؟ چی کار میکنن؟ اسنپ دراگون میگیرن. مسعود هستم، یک شوهرم. آقا غذاتون چیه شما؟ سوسیس عربیه، 4 تامون هم جواب میده. والله سوسیس کلفتم میگن. کیراکلفتم تو شهر ما. کیراگلوف. کیراکوفم، کیراگلوف. سرپناه جواد رو داریم که بچه‌ها من چون چادر رو تو یکی از چالش‌ها برنده شدم، پناهگاهم از همون اول اوکی بود. من برام بخواب. خیلی سیف و ایمن. مسعود رو داریم لای این درخت. جاد راحت هست واقعا یا نه؟ ناموسن نگاه، اینجا که این پلاستیکه رو وا کردم انداختم از پایین شیه نکشه. اینجا هم که درخت تکیه‌گاه، یعنی ببین اینجوری شل میکنی روش. ناموسن ببین یه جوری تا صبح بخوابم عشق کنیم. اسکای هم که نگهبان، اینجا رو هم با کارتون بستم، تارپ ضد آب، بارون مارون آنتن نمیده. فدا. بریم و داشته باشیم حسین در واقع بی سرپناهو. تا حدودی هم درسته، من دارم اینجا تمیز میکنم، باید اینجا بخوابم. هوا سرد نمیشه. آها میکشی روت. ایول میکشم روم دیگه، فقط خدا کنه بارون شدید نیاد، چون اگه بیاد دیگه باید برم پیش جواد. آره خب خب مسعود آقا میرسم خدمت. آقا ما در حد توانمون آشغالایی که اینجا بود و میتونستیم و جمع کردیم. آقا خواهشن آشغال نریزید دیگه. چه جوری بگیم؟ نریزید آقا، به اندازه کافی. دیگه دارن گند میزنن به جاهای مختلف دیگه. آقا ما دیگه در حد توانمون گند نزنیم، نیم حداقل تو جنگل. آقا تو شهر هم نباید بندازی که بیان جمع کنن. باز اونجا حداقل یکی از جمع کنه. تو طبیعت که کسی نیستش که، میمونه اون حیوان میخوره بدبخت میمیره، محلی حیوانش میمیره، اکوسیستم نابود میشه. بابا نکنید دیگه، نریز دیگه بیموز. هر کی لایک و سابسکرایب نکنه گیه. تا ویدئوهای بعدی بی وایلد.